اینجاهایی که بهت میگم به هیچ عنوان کمپ نکن. سلام، من مهنازم. اینجا دنیای من از آشپزی تو طبیعت تا زندگی تو طبیعت و تجربه های من از کمپ ها و تو طبیعت موندنه. اگه میخوای این تجربه ها رو ببینی دکمه سابسکرایب رو بزن. کمپ کردن یه تفریحیه که الان خیلی مد شده و اگه مکانتو درست انتخاب کنی هم مدیتیشن میشه هم کلی بهت خوش میگذره. پس اینجاهایی که بهت میگم به هیچ عنوان کمپ نکن، چون هم از دل و دماغت در میاد هم اصلا بهت خوش نمیگذره. اولین جایی که بهتون پیشنهاد میکنم سمتش نرین کنار رودخونه است. کنار رودخونه خیلی قشنگه، ولی اگه مخصوصا آماتور هستی و اولین بارت میخوای کمپ کنی اونجا نری خیلی بهتره، چون شبای خیلی سردی داره و اصلا بهت خوش نمیگذره و ممکنه کنار رودخونه مار بیشتری داشته باشه، یعنی کلا تعداد مار کنار رودخونه خیلی بیشتره. دومین جا کنار مرداب هستش. کنار مرداب مار، قورباغه، پشه خیلی زیاده و اصلا اعصابتو خورد میکنه و کلا بهت خوش نمیگذره. کلا پشه ها دستتو میخورن و چون عرق میکنی بیشتر پشه نیش میزنه تو رو، واسه همین خیلی افتضاح میشه، اصلا بهت خوش نمیگذره. دومین جا زیر صخره هستش. زیر صخره احتمال افتادن سنگ داره، واسه همین اونجا اصلا بهتون پیشنهاد نمیکنه. مورد چهارم، بین دو تا کوه توی دره یا مسیر سیلاب. درسته که شما یک روز آفتابی رو برای کمپ انتخاب میکنید، ولی بهتره امنیت خودتون رو بالا ببرید و جاهایی رو انتخاب کنید که 1% هم براتون مشکل ساز نشه. توی دره یا مسیر سیلاب اگه اتفاقی براتون بیفته خیلی دسترسی به آدم سخت‌تر میشه یا کسی بخواد بیاد پیشتون سخت‌تر میشه. مورد بعدی، جایی که آنتن نداره. جایی که آنتن نداره به هیچ عنوان نرید. اگه اتفاقی براتون افتاده باشه نمیتونید به کسی زنگ بزنید یا مثلا اگه کمک خواستی کسی نمیتونه بیاد پیشتون. و مورد آخر، کنار جاده، کنار مسیر خودرو هستش. کنار مسیر خودرو پر از سر صدا و پر از گرد و خاکه، چون خودرو وقتی که رد میشه کلی خاک بلند میکنه و کلا خاکی میشید. خب دوستای خوبم، این از این ویدیو. حتما این نکته رو رعایت کنید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد دکمه لایک رو بزنید. خیلی دوستتون دارم. تا یه ویدیو دیگه، فعلا خداحافظ.